خب توجه بفرمایید، اینجا یک کارخونه بسیار معروفی به نام چندون هست که برند خیلی معروفی داره. از برندهای معروف فرانسه هست و در نیویورک و امریکا هم ما فعالیت داریم. این مجموعه ما برای بازدید علاقه‌مندان تمام روز ساعت و تمام روزهای هفته باز هست. اگه نگاه کنید اینجا رو، من برای شما یه توضیحات مختصری در مورد فرایند شرابسازی در این مجموعه رو برای شما ارائه میدم. اول از همه شماره 1 فروت ریسیوال اریا. در این منطقه ما این انگورامون که اونجا بزرگ شدن و خوشگل شدن و بعد از نظر اسیدیته و شوگرشون در یه حد نرمال هست، ما برمیداریم و میچینیم، میاریم توی این دستگاه ها قرار میدیم. این دستگاه توی دستگاه هوپر میریزه اینا رو میریزه تو، بعد میاد پرس میشن. همون کاری رو که ما تو ارومیه داشتیم اگه مخ میکردیم، اینا با دستگاه پرس انجام میدن. بعد روت و فرمنتیشن یه تانک خیلی بزرگی دارن. اگه توجه بفرمایید این قسمت این تانک خالیه که اینجوری خال داره، توی این تانک ما فرآیند تخمیر رو انجام میدیم، مخمر اضافه میشه به این آب همین باسماخ. بعد قسمت بعدی فرمنتیشن تانک های مخصوصی که این آبی که با مخمر اضافه شده رو تو اینا نگه میدن. اگه تشریف بیارید اینجا ببینید، این قسمت هست، این تانک ها هستن. بعد در مرحله بعدی ما این تانک ها محتویاتش رو می‌ریزیم تو این یکی تانک ها. تو این یکی تانک ها دیگه در واقع آماده شدن که ما اینا رو بسته بندی کنیم. این سفیدا می‌بینید اینجا، اینا که هم لوله موله هم ازشون آویزونه، اینا قسمت هایی هستن که دیگه از این تانک ها ما دیگه آماده بسته بندی شدنه. بعد تشریف بیارید اینجا یه لحظه توی این قسمت تیراژ میشن. بعد توی این تیراژ ما فوری اولا این تستینگ روم داریم. اول میریم از اونها یه نمونه برمیداریم، یه مزه‌ای بکنیم ببینیم خوب شدن، مزهشون بهتر شده، همچین باب میل بازار هست، همچین خوب گیرایی داره، شراب شیراز شده. بعد میایم اینا رو تیراژ میکنیم، توی بسته های خاصی قرار میدیم و این بسته ها رو برای بازار و مصرف بقیه استفاده میکنیم. با تشکر.